امرجان ایکس لبای برابر است به دو جمع دو ها انا همین مسئله رو معلومات داده این مکتب انا که نگاه همین چیکار حل میکنیم یاد بگی یکی تو ولی چنین طوری کورپشده شیشتر نشدی خیر رو برون بشی یاد بگی هی پیشتر بشی پیشتر بیو انا میتونم نگاه کن ایکس برابر است به دو جمع دو انا که چی خیلی ایکس چی معنی داره؟ او این همه خیلی معنی داره که اینا می‌نویسیم دو جمع دو برابر ایکس این خیلی میکنیم توش انا با دو چند نشه اینا نگاه که عمر جان اینا دو تا سیو داشتی با دو تا دیگه پراش نموندی اینا حساب چند نشه؟ دو تا وی عمر جان یه مسئله عادیه تو من در پیش معلم تو شرمنده میکنی حساب کنی که دو سیو تو داری دو سیو دیگه ما حساب کنی چند سیو میشه؟ دو تا یه بچه آخه 4 میشم تو چون دو تا میگی آخه همه دو سوش ایمای و دو سوتون من چیکار دارم اویی مایلی اینو دو سیو تو داری دو سیو دیگه ما دادم تو ایشم ای تو چندشه؟ دو که تو با یه من سیوم تو دادم تو دو تا داشتی دو تا دیگه ما دادم تا چندشه حساب کن حساب کنی یک دو سه چهار چند میشیده؟ 4 تا بابی خندم تو زن اره دو که 4 شوه این ایکس برابری دو 4 تمام انا که تو بیشتر خط میکشیم جای ایکس دو 4 می نویسیم برابر است 4 برابر است با دو جمع دو دیدی؟ الا ایز نچید جای ایکس دو 4 می اومدن الا فهمیدی؟ بیا کمپیر چای چخلشی چای دم کردی؟ چای اینو هازی میشم مصفه دالیت بجوشه یای قاکی دیگه آهی حالی ما درس تیار کنی اومدن دا جوشیده بده نجوشیده گمه تیفایت چق گفت بلق جوشید چق گفت خالی از 2 بار دیگه میاد چقی دیگه بگاخی خوش رو بجوشه درس یار کدر گیره دانیم وی ای بچه چای جوشیدگی با می جوشیده نمیدونم به فکری ما هم تیفا 2 بار چق گفته یکی مومی تو 3 بار اونو جوشو چای دم نمیکنه بیزور شیده میری کت چای میره نمیدونم بابی لبای چو خورشت سفیده سفید؟ ها برای که ما مون سفید شیدم آخی چو اک مصفه چیدی برای که شما پیدا شدیم برای که شما رو تربیه کنیم برای اینم که ما مصفید شدیم چو اک ما پیدا شدیم شما برای که چشم ما دیدن شما راحت کنه اکو چی خیلی ما پیدا میشیم چشم شما راحت میکنه چشمای تو به ما هم راحت میکنه تو باشه هم کمپیری مومد برای یه حیات دیده سا نه که شما چقدر پیش چشم دو کلون میشین آستا آچگویی رو یاد نگیرین بابیگویی رو یاد نگیرین مومو میگین ایش راحتی جانه با سرت شونه میکنی که مکتب میروی باید تو بهای 5 بگیری بجان ایده بریم که ما مصفت شدم که شما رو یاد بتون چای آوردی چای آورد با همون جوشیدگی بود اون وقتا چون درانی آوردی آخی یک بار تو بپرسیم مومتا روی چی او 3 بار میجوشونه بعد چای دم میکنه یک اون بار همین سیر اسرار شما ده نمیگه آخی یک بار تو بپرسیم ماما حالا بای بچه چو اکو او 3 بار میجوشونی بعد چای دم میکنی برای که بچه میکروباش بوم رو گفته واه یک کمپیر بای تو اول میکروباشو میکشی بمیوری آخی ها تا این قدر وقت ما میار توی میکروب خوردیم بگو ما حال
همون بابیت رو ببینم در خانه غرضه بابیت با کی هسته؟ موما مامت هم هست؟ نه موما مالی عدیر داره نکی حالی بابیت همی جده یا خی؟ او بابیم تو که حالی خانه تان دوره ایجا؟ نه این رسیدم این همی خونی ماه این همی معلم خونی ماه خبری اختون ختی بابی مسئلت کنی چی خیلی خدا میرم ختی بابیت مسئله میکنم پیش درو خیر رفتم پیشی بابیت این چی گپای یگان حرمت عزت بین آموزگار و بین شاگرد عموما دیده نمیشه در تو ما ایق مهنت میکنیم درس میتیم تعلیم میکنیم تربیت میکنیم شما را این شما باشه رفتار نه نه بابیم بیاره داینا سلام علیکم و علیکم السلام سلام بابی خوبه اینجا شکر این نوری خطونه یا ها این نوری خدمت نوری خطونه یا آه. بابی با فکرم که برای تربیت کردن همین خودت یا وقت نداری یا که خودت تربیت نمیکنی همین را چو مکتب تربیت میکنن کو مکتب تربیت میکنن درست بابی اونه که باید فرزند اول تربیت را در خونه بگیره کو با در مکتب آخه یگر نیمگر اندک عقل یاد بتین تمیز یاد بتین یگر آداب و معرفت گوزنی یاد بتین آخه اما آموزگارم بین ما و بین شاگرد قطعی همین نوری شما که عموما یگان نمود تربیت داری دیده نمیشه وای 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 یگان نمود ستونای گوزنی نیست که این آموزگار رو حرمت کنه و گوزن یاد بگیری این چی گپای بابی آخه نمیدونم من دوی نصیحت میکنم که هم پیش استادات هم فقط سری خم بیست سری خم شمشیر نمیبورم میگم آینه بابی خودت آدمی با عقل میتاوی نه که ایره چه خیلی تربیت کردی من حیرانم تا این حالی ای روزینه کاری که دیگه ایره من خودم گوزنم یا که خودت گاو میزنی بابی تا نه من گاون میدونم معلم جان لبای خودت خوش رو گاو میزنی و نه که من خودش بگم ها من گوزنم بابی من گوزنم این چی گپای تا کی ما خواب میکنیم دیگه نمیشه و خواب کدن یا که ایره تعلیم و تربیت میکنیم بابی یا که نویرتان دلاش ای مکتب میتم سر میکنم شب بگی یگان مکتب دیگه بر درس بتیم شب نه نه من یگان مکتب نمیرم یگان مکتب میره چوب آخری گاو میزنی مکتوب خمانده میخونم یک گوزن کو چیکار کردی امیروز چی گناه کرده بگو تو پلنگ چی گناه کرده که تو گوزن گفته سمسنی معلم بابی تو زیخ کردی چیکار کردم چی خیلی چیکار کردی چی گفتی طرفی من واه من گفتم که من پول ریمان نمیارم اما دیدی بابی در مکتب وقتی که میخونه ای اون مکتب تعلیم میگیره تربیت میگیره چو پولی دیمانتی مکتب نمیآورده همه شاگردا میآورد یعنی این مینه همین نوری شما نمیآورده برای چی کرد انا که برای چی اکو چو تو نمیسپاریدی نمیسپارم چو آخه بابی لبای وقتی که خمون آقلامون ریمان کردیم ها یا ما دو پول ندادن کو شده ما برای ریمان که مکتب پول میدادم